میکشیدن و بعد میدیدیم که کارآفرین شده بودن. و اما مهمان امروزمون، تصویرش رو ببینیم، خودشون یه خطی معرفی بکنن تا من وارد گفتگو بشم باشون. سلام، اسماعیل داوودی هستم، معروف عمو اسماعیل، اهل ساکن استوان شیراز. به به، عمو اسماعیل عزیزو خیلی ها میشناسنش. خیلی خوش اومدین عمو اسماعیل. بالاخره قسمت شد که ما با شما باشیم. فکر کنم یه 7-8 ماهی هستش که هی ما میخوایم هماهنگ بشیم ولی نمیشه بنا به دلایل مختلف. عمو اسماعیل عزیز ما که البته شما عمو اسماعیل رو توی فضای مجازی با این کلا میشناسینش. اینو بزنین که چهرهه الان مثلا بعضی ها میگن من اینو دیدم، من ایشونو دیدم. آها، الان عمو اسماعیل معروف شدین شما. الان عمو اسماعیل معروف شدین. خیلی خوش اومدین. زنده باشی، سالم باشی. قربون شما. عمو اسماعیل عزیز میتونین حالا خواستین کلا رو یاد بردارین یا بذارین. عمو اسماعیل معروفه به عقاب صخره ها. عقاب صخره ها. ببینید اصلا این چهره‌ای که الان شما دارین میبینین به جز صخره و صحرا مثلا دیگه جای دیگه نباید بره. مثلا یکی منو ببینه مثلا من تریپ خیابون هستم، ولی اما اسماعیل کلا تو دل طبیعته و به نوعی من میتونم بگم رفیق فابریک کوه هاست. شما خودتون بگین چه میکنین؟ زنده باش. 50 سال تو کوه هستیم، با طبیعت دوست هستیم. 50 ساله؟ 50 یعنی از چند سالگی شروع کردی؟ 10 سالم بودم. 10 سال بود. یعنی پدر هم پس تو شغل هاشون قشنگه. خب شغل آبا اجدادی اون بوده. 10 سال من بوده که همراه پدرم کوه میرفتم. الان حدوداً 60 سالمه. حدوداً 60 سال. یعنی بله دیگه. تاریخ تولد من 1345 است. 45. پس یعنی پدر هم تو کوه ها بوده؟ بله. پدر بزرگ؟ پدر بزرگ هم تو کوه ها بودن. تو کوه ها بودن. شما استهبانی هستین؟ ما بچه صابونتیم. در هست میگن صابونات. صابونات. حالا مثلا دیگه کتابیش میشه استهبان. یعنی قدیم میگو بچه کجاست؟ میگفتیم با بچه صابونت هستیم. استهبان وقتی که اسمش میاد همه یاد انجیر میافتن. درست میگم؟ بله. شهر انجیر. فکر کنم بهترین انجیر ایران یا شاید هم دنیا رو داره دیگه. اصلا بهترین انجیر دنیا صابونات داره. صابونات. بله. اینا خیلی هم زحمت پدرانمون کشیدن، خودمون کشیده. خودم 29 سال زحمت کشیدم که حالا 500 تا انجیر پس انداختم. 500 تا انجیر پس انداختم. که دیگه برپا کردم. آره ما این پس انداختم و یه جای دیگه استفاده میکنیم. درسته. خب اما شما معروفید به رفتن به دل کوه و پیدا کردن عسل. بله. اینو در موردش توضیح بدین. والا عسل طبیعی و صخره رفتن کار همه کس نیست. باید اصولی کار کنی، باید تجربه داشته باشی. ما تجربه حدوداً با ما پدرمون که همراهش بودیم 1 قرن 2 قرن میشن که ما از پدرمون یاد گرفته. این کار تخصصیه نه؟ تخصصیه. یه غفلتی باعث جون یه نفر میشه، یه انسان، به خاطر صعب العبور بودن. صعب العبور بودن. الان ما تنابمون سنتی قدیمه. آره همینجا نگه داریم صحبت‌های عمو اسماعیلو. یه بخشی ببینیم با هم، ببینین ایشون کجاها میره، بعد برگردیم ادامه بدیم باشون. مال دنیا خودت بخور کیف کن، نیزه برای وارث. همون وارث همین حالاش بده تا خاطرت بخوا، همین حالاش بده احترامت بذاره. یک کام کو
نه خود میگه نه خود خورم نه کستم یا نکنم یا عیبونه دم خودت بخور تا زنده هستی بچهت بخوره کیف کنی دوره هم دیا چی دید تا صبح مال دنیا برای چی مونده خدا جبا یای درختا یای باغا یای آپارتمونا یای ساختمونه قدیم این ماری کیه ماره فلان خانه این ماری کیه ماره فلان عزیز من هر کنمش نون بده بوده که میمدن نون بده بوده دست